میگه در قبول باش غریبه شم انشالله با هم مشغول میگه باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی، ترکی ما کردی و با خاک هماغوش شدی. خانه را نور اگر بود زیر رخسار تو بود، ای چراغ دلی من پس چیت خاموش شدی. با سلامتی همون نفرایی که پدر ندارن. میگم برای پدر مادرمون نرفتیم تا سر کوچه‌مون نام بیاریم، لیکن برای رفیقامون خیلی کارو کردیم. اکدیم به ما معلومه میگه اگر دل دریا باشه خداوند به تو کشتی میته. خانه شما را چراغش خاموش باشه خانه ما را چراغش کم ترک روشن‌تر نمیشه. موفقیت دیگران را تحسین که خوشحال باش که نوبت به تو برسه. آدمی بعد به یگان جا نمیرسه. میگه غمی سنگین درون سینه دارم، گواهی میدی احوال زارم. اگر چی ضربه ها خوردیم زیاران، لیکن در این سینه دلی بکی ندارم. میگم هرگاهی که بحث درباره مادر میروه، دلم به خوبیای پدر میسوزه. آخی پدر به مثل درخت بود که اگر میوه هم نمیداد سایش بسنده بود. با سلامتی پدر که 1000 بار غرورامون خرید یک بارم با ما مغرور نبود. مادر فرشته، پدر قبلگاه. میگه هرچند امکی بالای دستاش بردارم، دست مبارکی پدر میفارم. با سلامتی همه پدرای روی دنیا. میگم چی زمانه اومده که دیگه نه رفیق معلومه نه دشمن. هر کس هم به منزلت منفیتش انسانه عجایبه. این خروزا ما قطشان خوب بدیم فقط چیده و چون دکی جایش بد مونده. میگه افتاده درختی که بغم مینالید، ای زخمی تبر بجانی غم مینالید. گفتم چی کسی برای شهد زد تبر، آه گفتا که وزیری سایه هم میخوابید. کاش محبتاتون مثل همین دست چشم بود که اگر دست زخمی شود چشم عشق میریزه، اگر چشم عشق بریزه دست چشم را پاک میکنه. کاش شما میفهمیدین که ما را میفهمیم ولی بروتون نمیاریم. ما سر دسترخوانی خیلی میمونی خدمون بدیم. درسته هر کس به خود چقدر قیمت داره، نه که بسیاری از شما خود نشانته بدین. ما به شما همیشه که ارزش دادن نشان دادیم، بعدش فهمیدیم که هی بخا کم نمیارزین. امری باشد جبران کنیم خوبی ها را چند بار، بدی ها را 100 بار. همین آنون که از من به 100 گونه سخن میگوید، به خدای بیترم نیست به من میگوید. تا گناهگار نیستی Kruk talih kişilerine. Bir kenarda bir köşede görme Kruk talih kişilerine. Umut gökyüzünde parlar. Ruhun kanlandı. زندگی برای ما را بسیار چیزا را آموخت. میگم ما برای هر کسی اگر چی کاری کرده باشیم ایته دل کردیم، نصیبه یگان تاتم نخوردیم. آخی قربانی دل بریم که مال مردم خیر نیست. میگه هرگز نخوریم غصه حرفی دیگران را. آه گوری پدری هر کسی که بخوابت ما رو. میگم نگاهت همه وقت به همون یک گلی زرد خدا. میگم که روزی مونم هر چی را در دست خداست. اگر در دستی بنداش میبود به یگان تمام نمیرسید. میگه یا رب تو چنین کن که پریشان نشویم، محتاج به در خانه خیشان نشویم. به منتی هر یک دوست ما را روزی بده تا از دری تو بر در خیشان نشویم. الهی آمین. میگم نه پدر بدیم نه مادر، ولی داغ جوانی دیدیم. آخه پیری آن نیست که بر سر بزند موی سفید. هر جوانه که دلش شوق ندارد پیر است.
ای خدا میخوام برای رفیقام عمری با عزت کیسه پری پول برای که لایق شن. میگه دم با دوست بسر بردن بسر دنیا بها داره. خوش آن کس که در دنیا رفیقی با وفا داره. داریم خیلی رفیق رویش کن جوش دم. وقتی که نعمت‌های خدا با من داده را ایستاده شمارشون میکردم شما را 1000 بار حساب کردم. ای حضرت عشق آچه دستان تو دایم بدا آچه آژنگی رخت حرفی خدا زیری چرخی فلک هیچگهی نشوم کاش مای آچه جدا آچه قربانی تیم نیمه جانی تیم آچه جان گردی دامانی تیم خسته ای لیگ نمیگویی بکس تا به معراج سرانجام قفس بته آچه کی خسته ای ما ای جان تنگ تره تنگی نفس آچه قربانی تیم نیمه جانی تیم آچه جان گردی دامانی تیم قاضی دید که متهم رفیق شد حکم نداد استعفا داد. یک کس به من گفت که زیبایی را تعریف که گفتم به نام خدا لبخندی پدر مادرم 2 نفر هیچ وقت فراموش نکه. اولین شخصی که تمام زندگیش باخت و تو به مقصدات برسی پدرت و دومین شخصی که با تمام غمات با تو بود او هم مادرت. به سلامتی پدر که 1000 بار کلمه نمیتونم در چشماش دیدم ولی یک بار درمو نگو. میگه خاطر جمعی همان خانه و خانی پدریست پس از این قصر سرای تو همه در بدریست. به سلامتی مادر که تنها گناهش بزرگ کردن ما بود که حالا پیر شده. ای آچه جان جهان بر تو فدا عجب شیرین ای نامی آچم به زبان میشید که نمیشید امزی آچه جدا یک دولت آچه داری بر شاه و گدا. اله هر چی در دارین در داستان و جانم. به سلامتی تمام پدر و مادرانی روی دنیا. پولدار و شخصی را میگن که پول خرج میکنه نه اون نفره که پول داره. با تمام خصیصای دنیا بگین کفن کیسه نداره. میگه لذت دنیا را اوی برد که هم پوشید و هم بخشید و هم خورد. هر آن کس که سر کیسهش گره خورد خودش مرده ثروتش دیگری خورد. برای خودتون زندگی کنین خلاص. مظلوم ترین شخصی که در حیاتم دیدم اون نفرم پدرم بود. ای کاش به نام پدر سوره میبود میگفت قسم به پینه دستانت که بوی نان میدیه قسم به چشمای همیشه گریانت. ای پدر جان خاکی پایت میشوم وقتی پیری من اسایت میشوم. با همه دار و نداری زندگی روی حولی کفش پایت میشوم. آن قدر ضربه ها را تحمل میکرد که نمیخواست که آیلش احساس بدبختی بکشه. اولین قهرمانی هر یک پسر پدرای. اولین عشق هر یک دختر پدرای. نام زیبای پدر باید بسیم زر نویش. خوب و عالی با عیاری معتبر باید نویش. برکت نان و نمک از همت والای اوست. این چونین باید بگم نامش تاج سرنویس. به سلامتی همه پدرای روی دنیا. به حیله‌گری مرا خنجر پشت زدن و نامردی به خون من گوش زدن. ندارم ذره ترس ای تیغ مشت مرا نامردی یخی اینمی دوستان کشت. لعنت به هر یک ذات چیزی که نامرد. به سلامتی آن روزی که تلفنمون برای همیشگی خاموش میشود و روحمون میشود در حالت پرواز. تا چی اندازه نعمتی داری شکرانه که این آدمای نزدیک تا در زنده بودنشون قدرشون نبودن و اگر نه این نعمت دید زیاد میشود نو عزیزات از سر نو تولد تا که بودیم نبودیم کسی کش ما را غمی به هم نفسی تا که خفتیم همه بیدار شدن
وقتی رفتیم همگی یار شدن. دنیا 2 روزه، بیاین با هم دیگر مهربان باشیم. همین. 9 ماه در شکم، 1 سال در بغل، 1 عمر در زندگی. 21 سال سرود گوش کردم، هیچ سرود خوشتر از علی مادر نبود. 21 سال بو کشیدم، هیچ بوی خوشتر از بوی مادر نبود. مادر در دهانی هر یکی ما لقمه را ماند که ما بزرگ بشیم. ما که بزرگ شدیم بجز غم به اشکای مادرمان چیزی ندادیم. کاش دنیا برعکس میشید. ما پیر به دنیا می آمدیم. ما پیر به دنیا می آمدیم، در یک عشق کودک میشدیم، در بغلای مادرمان جان میدادیم. ای زاده خود علم نبینی آچه، در زندگی روزی کم نبینی آچه. ای در جاگه گر میخد کلانم کردی، آهن در عوضش علم نبینی آچه. با سلامتی همه مادرایی که پسر ندارند، با سلامتی همه پسرایی که